بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای استاد بزرگ انصاری گل. سلامت باشید ابورضای عزیز، بفرمایید. ممنون، تشکر. خوب است انشاءالله، خسته نباشید. میتونه شما همکارا خوبتون. سلامت باشید برادر عزیز، تشکر از شما. ممنون. آقای ابورضا می‌خواستم به این شیرزاده ها بگم که اینا اگه واقعا دنبال اسلامن، میخوان دین خالص رو به مردم بگن، برن جلوی شبکه‌های مبتذل بگن، برن جلوی شبکه‌هایی که شبهه‌های مبتذل پخش میکنن رو برن بگیرن، جلوی اونا پارازیت بندازن. اینا بدونن که با این کارشون مردم رو تشنه‌تر میکنن، مثل کسی میونه که آب بشنه اما تشنه و تشنه‌تر میشه نسبت به اینا. دارن همین کار. کسایی هستن که جهاتاشون رو هاتبرد بوده اما شبکه شما نداشتن، جهاتاشون رو عوض کردن، روی نیز گذاشتن که شبکه شما رو بگیرن با شبکه شما. یا رفتن کسایی که به سال حق رو ببینن دارن و الان میتونن اونجا نگاه بکنم. الان من برادرم اومدن اینجا مثلا شبکه شما نگاه کنن، یا اینکه حتی بعضی به من زنگ زدن میگن شماره رو برام بفرست، من میخوام اینجا زنگ بزنم، با اینکه شبکه شما اصلا نمیتونه ببینه. اینا با این کاراشون نمیتونن انجام بدن، جلوی هیچی رو نمیتونن بگیرن آقای انصاری. بلکه اینکه ما نسبت به این موضوع، نسبت هر چقدر اینا بیشتر به این قضیه چیز بکنن، ما تشنه‌تر میشیم نسبت به شبکه‌های تولیدی که شما دارید و زحمت میکشید و حق خدا و رسولش رو راست رو دارید به مردم میدید. درست. ابورضا برادر بزرگوار، ابورضا برادر بزرگوار، اون بشارت هایی رو که به من در تلفن گفتید، اگر که دوست دارید در اینجا بگید که دوستان بشنون، بیننده بشنون که چگونه ملت شریف اهواز دارن به طرف اسلام ناب محمدی روی میارن. بله بله بله، در اهواز الان هستن. واقعا من بخوام حساب بکنم از هر 10 نفر شاید 6 نفر دارن موحد میشن. ما بقیه با 6 نفر هستن. باز من این به اصطلاح امید دارم که اینا خیلی ها بودن اصلا با من جربت میکنن، الان از من بدتر شده، موحد شدن از من بدتر شده، سختگیرتر شده، تعصبی‌تر شده، اصلا منو گذاشته به قول معروف جیب خودش. کسی که اصلا فکرشو نمی‌کردم چجور داره روی این کار میره. باور کن من همسایه‌ای داشتیم، مثلا نه خودش نه خانمش پایبندش مسئله نبودن. بعد که شبکه‌هاشون دیدم، بعد که فهمیدم، دیدم چقدر روی این شبکه رو زندگیشون تاثیر گذاشته، رو خودش، رو همسرش، رو زندگیش. اصلا میتونی بفهمی واقعا تو داد میکنه. ما شرکت مستقیم گفتم کسایی هستن، مراجعی هستن، یا واقعا همین محسن رضایی ما صحبت خیلی پیش داخل مناطق عرب نشین میرم واسه مصاحبه، واسه صحبت با مردم منطقه عرب نشین، حالا میگم صحبت دروغای خودشون رو بگن. شما اونجا اگه آتش نشانی خونه زنگ بزنید، آتش نشانی تو منطقه ها نمیره. چی شده از تهران مراجع و یا مراسم میذارید و هزینه میکنید واسه اون. از که تا حالا اینا برای شما مهم شدن اصلا، چون که فقط میبینن که حرف حق بیدار میکنه و از اونجا شعله بر میره، آتیش به چش اینا میره، دود اینا رو داره، فعلا به دودشون میریم. ان شاءالله این آتیش هم به چش اینا برسه. از خدا میخوام دارن این کارا رو میکنن که جلوشو بگیرن که نمیتونن این کارا رو بکنن. صدای شما، حرف شما، شبکه شما تو دهن مردم، تو اتوبوس‌ها، تو ماشین‌ها، تو نونوایی‌ها، تو خونه‌ها، تو مدارس‌ها، تو دانشگاه، تو همه جا صحبت‌های شما، حرف شما هست. من اینو به اشتراط دارم میدم. مردم اهوازم دارن صدای منو میشنون و خودشون به خوبی خوب میدونن، مخصوصا مردم عرب شریف اهواز. تشکر از شما برادر عزیز، تشکر از شما. بله باشید از شما. الله متعال خدای شبکه‌های پایدار برای ما نگه داره. آمین. شما سلامت. آمین. آمین. تشکر از شما. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما برادر عزیز. سلامت باشید. تشکر از شما. خدا نگهدارتون.